چرا رجو؟ وقتی که بابا تو رو صدا داره. چی کار میتونم و داشته باشم؟ بیامدم. بابا جان ببخشید، من با خدا دیروز پول کار داشتم، از اون خاطر 1000 کسی شما دوزی کردم. چرا رجو؟ گپی نیه. بابا جان فقط 2 روز از مکتب رخصتی کردم، او هم فرار کردم از خاطر که دوستام مرا دعوت کرده بودم. چرا رجو؟ گپی نیه. خب بابا جان فقط 1 شب 12 بجه شب با خونه آمدم، او هم سالگیری دوستم بود. خب دیگه روزا که وقت میام با خونه. چرا رجو؟ گپی نیه. پس گپ چیه؟ او چرا رجو؟ بابا من تو رو به خاطر ایسی صدا کرد که یک جا خودی هم نون بخوریم. پس وقت برار که بریم نون بخوریم. نه بچیم، اول گپ میزنیم باز نان میخوریم. Likey